یکی از چیزایی که قبر و برزخ و تاریک میکنه این زبونای ماست. یه چیزی از مولانا براتون آوردم، خیلی خوندنیه، خیلی زیباست، گوش بدید. گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعب‌تر؟ عجب، در عالم هستی سخت‌ترین چیز چیه؟ گفت ای جان صعب‌تر خشم خدا، که از آن دوزخ همی لرزد شما. خب راهش چیه؟ ماتم گرفتن نمیشه که ماتم بگیریم ما. گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ گفت ترک خشم خویش اندر زمان. وقتی که فشار اومد همونجا یاد برزخ بیفت. چزم غیظ است ای پسر خط امان، چقدر زیبا گفته. میخوای در امان باشی؟ چزم غیظ است ای پسر خط امان، خشم حق یاد آور و درکش عنان. وقتی یاد حضرت حق میفتی، یاد خشم خدا میفتی، اون موقع دیگه حتما ساکت میشی. یکی از علل روایت ها نشان میده که تارک شدن برزخ این زبون